روش تهیه لواشک آلو در منزل. مواد لازم: آلبالو نه همون آلو مقداری، نمک به اندازه کافی، قابلمه تعدادی، حرارت اندکی، از اینا یه مقداری، از این سوراخ‌ها 7 پارچه و 6 پارچه و یه تعدادی از این دوستان. ابتدا آلوها را در سینک ظرفشویی ریخته و به خوبی میشورید. همکار من با دقت کافی این کار رو انجام میده. یک به یک آلوها را برداشته، شسته، پرت کرده در داخل آبکش. سپس آلوها را در قابلمه ریخته، مقداری آب روی آن بریزد. بس ببخشید. زیر گاز را روشن نموده آلوها را به همراه قابلمه بر روی گاز قرار می دهیم. آلوها باید درشت و رسیده باشند. همکارمون به دنبال یک در می گرده. این در خوبه؟ نه این خوب نیست. این یکی خوب. نه این به درد نمیخوره. این یکی رو بذار ببین چطور. اینم خوبه. نه این همین خوبه. نه این یکی بذار. نه اینم خوب نیست. همین اینو بذار آقا بره به کارش. در قابلمه را برداشته و شروع به هم زدن میکنیم. باید که آلوها کاملا له و لورده شوند. آقا تو که بلد نیستی آخه برای چی هم میزنی؟ برو به شوله واسه تو. هسته بود توش برمیداری باز هم میزنی. چی جوری هم میزنی؟ اینجوری هم میزنی. بازم همون جوری که ایشون گفتن هم میزنی. در ادامه قابلمه را روی گاز برداشته و محتوی قابلمه را داخل آبکش فلزی میریزیم. سپس با یک عدد قاشق یا وسیله شروع به لهوندیدن این آلوها کرده و هسته ها رو همونطور که میبینید همکارم اینها رو فشرده میکنه به این آبکش و هسته ها رو جدا میکنه تا محلولی صاف و زلال به وجود بیاد. یه عکس از این یکی بگیره خواهش میکنم. مرسی. سپس مجددا آنها رو داخل قابلمه میریزه و کمی حرارت میدیم تا مایع ما کمی غلظت پیدا کنه و غلیظ بشه. اندکی نمک به مایعمون اضافه میکنیم و اونو هم میزنیم برای دقایق. یه ذره بچه بیا مزه کنیم. انگشتتون رو بکنید توش. خوبه؟ حالا کف سینی رو کمی چرب میکنیم با همین انگشتی که میبینید و لواشک ما تقریبا آماده است و اون رو پهن میشه. همونطور که میبینید همکارم لواشک رو پهن کرده. سینی دوم رو هم به همین ترتیب دو انگشتی این یکی چرب کرده و لواشک رو داخل اون پهن. دقت داشته باشید که در همه جای سینی به یک مقدار از مایع قرار بدید. با تشکر از شما و حوصله شما که این ویدیو رو تماشا کردید. لواشک ما حاضر. اینا بریم آقا برو. خیلی ممنون و متشکرم. روز خوش.